آندروژنیک آلوپسیا ریزش موی هورمونی ارثی هستش، چه تو زنان چه تو مردان تقریبا علت و درمان شبیه به هم هستش، ولی الگوش متفاوته. یعنی مدلی که مو میریزه توی خانم ها، مو از این قسمت بالا شروع میکنه نازکتر شدن، فرق هی بزرگتر میشه و تقریبا کل سر خالی تر میشه. توی آقایون این شقیقه ها میره عقب و این قسمت گرد تاس میشه. توی جفتشون علت بیشتر دی‌اچ یعنی دیهیدروتستوسترون هستش. وقتی که فولیکول های مو نسبت به دی‌اچ حساسیت میگیرن، حساس‌تر میشن، شروع میکنن به کوچکتر شدن. کوچکتر شدن فولیکول های مو باعث میشه که فاز آناژن یعنی فاز رشد کوتاه بشه و فاز تلوژن یعنی فاز ریزش طولانی تر بشه و موهایی هم که در میان موهای نازک و بیبی هیری هستن، نازک هستن و هیچ وقت مو به بلوغ نمیرسه و ضخیم نمیشه. توی خانم‌ها چون بعد یائسگی بیشتر میشه، احتمال میره که در کنار دی‌اچ استروژن هم توی این ریزش نقش داشته باشه. برام سوالاتون رو کامنت و دایرکت کنید، درمانش تو پست بعدی میگم.